بالاهو نام کوه عظیم و باشکوهی است در غرب ایران که داستان شورانگیز ما در دره‌های سرسبز و خیال‌انگیز راه می‌افتد. خسته شدی؟ الان میرسیم. بابا منتظرمونه. مامانی باید همیشه گردن من باشی. آره پسرم، نشونی خانوادگی ما. تو وارث تمام املاک این منطقه هستی. بمیری تو من و پسرم صاحب این املاک بشیم. حالا با یک گوله سرنوشت تو من تغییر میکنه.
خیلی مرد ساده ای هستی. میلیون ها تومان ثروت خانوادگی ما رو داری مفت مسلم از دست میدی. ما؟ بله. خب منم شوهر خواهر تو هستم. پسرم فرهاد خارزادت میشه دیگه. بله اینو میدونم، ولی هیچ وقت نمیتونه جای اون بیچاره رو بگیره. لابد بازم میخوای از پسر مردت حرف بزنی. سیف، من به تو اجازه نمیدم که راجع به اون با این لحن صحبت بکنی. مگه دروغ میگم؟ هنوز بعد از 20 سال منتظری معجزه‌ای بشه و پسرت پیدا بشه. میدونم اونو دیگه نمیدینم، اما من پدرم، میفهمی؟ نمیتونم قبول کنم پسرم مرده باشه. اون همیشه تو قلب من زنده است. در هر حال اون دیگه نیست. برای اینکه اگر زنده بود توسط اون مدال خانوادگی که به گردنش بود اونو میشناختن و میآوردنش. حالا میشه حیوان چیزی اونو خورده؟ بسه دیگه. حالا میگی چی کار کنم؟ تمام آبا و اجداد شما همیشه با هم عروسی کردن که این ثروت از خانواده شما بیرون نره. و حالا اگه آرزو با تنها پسر ارشد این خانواده یعنی فرهاد پسر من عروسی نکنه، طبق وصیت‌نامه تمام این اموال به اوقاف داده میشه. بله. تنها راهی که این املاک تو خانواده ما بمونه همین. پس موافق این آقای مدبر؟ باید دید عقیده آرزو چیه. من نمیتونم اونو مجبور بکنم. بعد از فوت پدر شما تنها کسی هستین که میتونین راجع به اون تصمیم بگیرین. درسته، آرزو همیشه به حرفای من گوش میده، اما من ترتیبشو دادم. امروز آرزو با فرهاد و رفقاش برای گذروندن تعطیلات تابستونیشون میان اینجا. باهاش صحبت کن تا زودتر عروسی رو راه بندازه. آخه پسر تو فرهاد چطور میتونه با آرزو عروسی کنه؟ اون هوا نگشت و نشد ابر از رخ گلزار همی واسه بیش تو کمرم فرامونه میدونم کجا بریزم همینجا هی قلمم میدونه میدونم کجا بریزم همینجا اینجا میونه سبزه ها با ناز و با ادا دلم میخواد برسم بزن رنگ نیناش نناش بزن
خبری نشد؟ هنوز که نه، اما مثل اینکه یه اتومبیل از اون دور داره میاد. آره خودشونم، ماشین فرهاده. برید استقبال عروس من. بچه اونجا رو یه لابد ما خیلی آدم مهم معلومه که مهم هست. سلام عمو جان. سلام آرزو جان، خیلی خوشحالم پیش من اومدی. تا امتحانمو دادم معطل نشدم، یه راست با بچه اومدیم اینجا. معرفی میکنم عمو جان، ایشون پرویز دوست فرهاش هستن. مهری خانمم خواهر پرویزه. خیلی محبت خیلی کرد. خوشحالم آقا. آذرم که میشناسیم. بله بله آذر خانم که میشناسم. بفرمایید. خواهش بریم میکنم. بچه‌ها. منزل خودتون. بفرمایید. بازم که مستی. فقط یه بوت زدن. کوف بخوری آبروی منو بردی. ساعت باش بابا، دنیا روزه. عمو جان اجازه میدیم ما بریم تو رودخونه آب تنی بکنیم؟ بله برید، هموم ما همین رودخونه. ولی مواظب باشید، آبش سرده، ممکنه سرما بخوره. عیبی نداره آخه ما جوونیم عمو جون. بریم بچه‌ها داریم. کجا بودی؟ رفته بودم تا کنار رودخونه. بشین، از قیافت پیداست که خیلی خوشحالی. چی شده؟ هیچی بابا هیچی. تو به من نمیتونی دروغ بگی. الان 20 سال تمومه که تو رو تر خشکت کردم، بزرگت کردم، به تمام حالات تو واردم. به من راستشو بگو پسر. میگم بابا چرا نمیخوای با هم بریم شهر تو مردم باشی؟ دیدی گفتم یه اتفاقی افتاده. از چشمات معلومه که خوشحالی. خب نگفتی کجا بودی ها؟ بابا رفته بودم اون طرف رودخونه، یه ماشین اومد، چند تا دختر پسر تو ماشین بودن. از دخترها خوشت اومد؟ آره از یکیشون. کجا رفتن؟ اون ور رودخونه تو چادرها. ببین پسرم، من دوست ندارم خیلی نزدیک شهریا بری. خودم هم نمیدونم چطوری شد رفتم اونجا. چرا نمیخوای بفهمی؟ من خیر تو رو میخوام پسرم. میدونی من برای تو هم مادر بودم هم پدر. تا اونجایی که بلد بودم تو رو باسواد کردم. تو رو یک انسان واقعی، خوشقلب، شجاع و خداپرست بار آوردم. حالا دلم نمیخواد تمام زحمات من با معاشرت با آدمای بد از بین بره. میفهمی چی میگم؟ آره بابا، ولی آخه من که کاری نکردم. من فقط رفتم از دور اونا رو تماشا کنم. در هر حال من با یه وقت کردم. برو بابا برو. دیگه اون طرفا نریا، برای اینکه اگه تو رو ببینن زندگی هر دوی ما سخت‌تر میشه. خداحافظ پسرم. برو برو. اون طرف نرو، جریان آب تنده. نه من چرا خوب بلدم. بچه‌ها دیگه بیاین بریم، خیلی دیر شد. من رفتم.
حساباشو کردن. پس نامزدت چی؟ اونو دوست ندارم، تو رو میخوام. پدره؟ خودش خواسته من اینطوری باشم. تو بدجنس منو از تو کافه برداشتی به عنوان خواهر رفیقت آوردی اینجا. اگه بفهمم خیلی بد میشه، ولم کن، خوب نیست. تو رو آوردم واسه آرزو دارم لباس میپوشم عمو جون. اگه لباس تنت نیست بعد میبینم. نه تموم شد، اومدم صبر کنی. معذرت میخوام، از آبتنی اومدم. بفرمایین کاری داشتی؟ نه حالا موقعش نیست، بعد برات میگم. نه بفرمایین چیه؟ دختر جون میخواستم راجع به فرهاد باهات صحبت بکنم. فرهاد لایق نیست که حتی شما صحبتش هم بفرمایید. صبر کنم اونجا. سالهاست که من این امیدو داشتم پسرم پیدا بشه، اما حالا فکر میکنم برای اجرای وصیت‌نامه خانوادگی ما بهتره که شما دو نفر با هم. عروسی با این پسره عیوشو بی اراده منظورتونه؟ شاید عشق تو بتونه اونو به راه راست هدایت بکنه. عمو جون شما مثل که خودتون دارین گول میزنین. فرهاد آدمی نیست که من بتونم زنش بشم. ببینم دخترم، تو کسی دیگه ای رو دوست داری؟ نه عمو جان، اما خیلی دلم میخواد یه نفر تو زندگی من پیدا بشه. فرهاد پسر بدی نیست، یه خورده راجع بهش فکر کن. اگه روی خوش بهش نشون بدی فکر میکنم عوض بشه. نه اون عوض شدنی نیست، اون از روز اول بد تربیت شد. شاید هم از عشق تو به الکل و این کثافتکاری عادت کرده. این حرفا چیه عمو جون؟ اون هر شب تو کافه مافاست. تو رو به خدا بذارین این چند روز که من اینجا هستم بهم خوش بگذره. این ازدواج برای خانواده ما خیلی مهمه. من ازت میخوام راجع به این موضوع یه خورده بیشتر فکر بکنی. چشم، بهتون قول میدم. حالا راضی شدی؟ متشکرم. خیلی متشکرم. مواظب باش، پدرت داره میاد. تو از اون ور برو، اون با من کار داره. با من کاری داشتی پدر؟ آهای پدر، چشاتو درویش کن. بله با این سن و سال خجالت نمیکشی؟ تو آدم بشو نیستی احمق دیوونه. عوضی گرفتی، اونی که باید باش گرم بگیری این نیست. خب سیلی نق بهتر از حلوای نستی. اینم سیلی نق. تو همیشه به من ضرر میزنی. یه چتفل منو عقب انداختی. خفه شو الکلی احمق. خدا اگر پسرم نبودی میدونی چی کارت میکردم؟ منو میکشتی ها؟ میدونم ازت برمیاد. دختره داره راضی میشه با تو عروسی کنه. چه سعادتی. مسخره میکنی؟ اون از اینا که بهتره، هم پول داره هم خوشگل اولاغ جون. متشکرم پدر جون. باید از همین فردا طوری رفتار کنی که بهت علاقه پیدا کنه، فهمیدی؟ و الا گوشمو ول کن، درد گرفت. باشه چشم، همین فردا ازش دلربایی میکنم. چشم پدری.
دیدم تو خواب به سحر شهزاده ای زرین کمر نشسته رو اسب سفید می اومد از کوه و کمر میرفت آتش به دلم میزد نگاهش میرفت آتش به دلم میزد نگاهش بابا تو کجایی؟ بچه هم پایین تو رودخونه موندن. من خیلی دلواپس شدم. باز چی دلواپس شدی؟ واسه تو همسر آینده خودم. دستتو بکش بی خود جلو جلو دلتو خوش نکن از این خبرها نیست. دیروز بابام گفت تو قبول کردی. دیروز سال خیلی فرق کرده. ببین بابام خیلی دلش میخواد ما با هم دیگه عروسی کنیم. منم اونقدر پسر بدی نیستم. فقط تو لایق من نیستی. حالا دیگه برو بعد صحبت میکنیم. یالا برو. بیا با هم بریم. تو برو من خودم میام. یا حرف شوهرت رو گوش کن. کی هستی؟ برزو. تو منو نجات دادی؟ آب داشت میبرده. میدونم، میگم تو منو از آب در آوردی. خدا خیلی بهترم کرد. از اون آبشار گنده داشتی میرفتی پایین که من گرفتم. اسم من آرزوه. آرزو؟ اسمت خیلی قشنگه. تشنمه. مگه تو رودخونه آب نخوردی؟ چرا؟ اما اون آب داشت خفم میکرد. خب بیا دوب بخور.
زندگی میکنی؟ نه من اینجا با بابام هستم. الان کجا؟ رفته ده آذوقه بیاره. تو این شهر نرفتی؟ چرا؟ بابام منو تو این دهات اطراف خیلی برده. ببینم تا حالا تهرون اومدی؟ نه خیر. میگن تهرون خیلی دوره. شما حال تهرونی؟ آره تازه امسال درسمو تموم کردم. خوش به حالتون. من سوادم خیلی کمه. هرچی هم بلدم بابام بهم یاد داده. یه خورده سواد خوندن نوشتن دارم. ببینم. نه میخوام ببینم این چیه. این از مادرم فقط همین یه زنجیر برام مونده که گردنم انداختم. بابام میگه اگه کسی اونو ببینه روح مادرت خیلی ناراحت میشه. مگه مادرت مرده؟ خیلی وقته. بابام میگه وقتی من بچه بودم اون مردش. ابا وقتی یادم میاد که اگه تو نبودی من مرده بودم تنم از ترس یخ میکنه. تقصیر من بود که شما تو آب افتادین. من داشتم باهاتون بازی میکردم که یه دفعه اون تو پسره خدا حرفشو نزن. نذار این لحظه ای که با تو هم خراب بشه. نمیدونم چرا با تو اینقدر راحت حرف میزنم. مثل که 100 سالی تو رو میشناسم. نه من 100 سالم نیست. بابام میگه فقط 25 سالمه. میدونم مسئلهشو گفتم. ضرب البصر زدین. آره بابا. چی شد؟ اینجای پام درد میکنه. کجا؟ اینجا؟ آره. نه نشکسته. به سنگ خورده. مگه تو این چیزا رو بلدی؟ بله گفتم که بابام یادم داده. بابات کی میاد؟ گفتش فردا میام. حالا با این پام چه جوری برم؟ خیلی رام دوره. خودم کولت میکنم تا اون ور دنیام شده میبرم. نه خسته میشی. من راضی نیستم تا ناراحت بشی. پس امشب همینجا بمون. اینجا تنها؟ آخه چه جوری؟ چه جوری؟ اینجوری دراز میکشی، چشماتو میبندی و خوابت میبری. تو چقدر ساده و پاکی. کاش که تو رو زودتر دیده بودم. اون وقت باید زودتر از این میافتادی تو رودخونه. پلنگ کوه و دشت این دیارو که آهو بری کرده شکارو بردی دلو خون کردی ای تازه گل من موندم چه بکنم حیرونم چه بکنم با این دل جون دل ای یار بی نام و نشون با من مشو نامهربون از غم دلم تنگ گل گلم قلب تو از سنگ جون دلم موندم چه بکنم حیرونم چه بکنم کرده غم دلم مجنونم چه بکنم خونه کفتری گم کرده لونه شد با من هماشیونه از غم دلم تنگ گل گلم قلب تو از سنگ جون دلم موندم چه بکنم
حیرانم چه بکنم، کرده غم دلم مجنونم چه بکنم. چه لباس بامزه‌ای تنم کردی. بامزه است؟ آره خیلی قشنگه، خیلی بهت میاد، ولی مثل مردا شدی. برزو میدونی الان چی از خدا دلم میخواست؟ دلم میخواست همیشه همینجا پلوتا میموندم. تو مرد ایدئالی. مرد چی؟ چطوری بگم؟ ایدئالی یعنی فوق‌العاده، یعنی عالی. تو هم خیلی خوبی. من تو رو دوست دارم. هیچ کس با این صمیمیت نمیتونه به عشقش اعتراف کنه. اینجا کلبه عشق من، تا آخر عمرم نمیتونم اینجا رو فراموش کنم. بیا بریم. باشه. تو بغلت بگیر. دلم نمیخواد از پردوی تو برم. آرزو تو بازوهای من همیشه جا برای تو هست. نه حیف نمیشه. اگه به خاطر عموی پیرم نبود به خدا آغوش تو رو با تمام دنیا عوض نمیکردم. بریم برزو. من میترسم هرچه بیشتر پیش تو بمونم کمتر دلم بخواد از اینجا برم. مجبورم از تو خدافظی. کی میای پیش من؟ فردا و هر روز. خدا کنه طوری بشه که برای همیشه مال تو باشم. چه تو مال خودمی؟ خودم عذاب گرفتمت، برای خودم گرفتم. آره عزیز دلم. خداحافظ. خداحافظ. فردا همینجا منتظرتم. بچه ها اونجا رو. الحمدلله که نجات پیدا کردی. نمیدونی وقتی به من گفتن تو گم شدی چقدر ناراحت شدم. عمو جان درسته که نزدیک بود بمیرم، اما در عوض یه چیز خیلی قشنگی پیدا کردم که منو به زندگی امیدوار کرد. مقصود موضوع ازدواج با فرهاد آرزو جان؟ نگفتم پسر خوبیه؟ چی داریم میگین عمو جون؟ منظورم فرهاد نیست. چیه؟ همونی که منو نجات داد، همون کسی که جونشو به خطر انداخت تا منو از غرق شدن نجات بده. ببینین عمو جون دلم میخواست اونو میدیدی. یک جوون پاک و شجاع، یه موجود فوق‌العاده. خب الحمدلله. بگو ببینم دختر، چه به عروسی با فرهاد تصمیم قطعی گرفتی؟ صحبتش هم نکنین عمو جون. من دیگه نمیتونم با کسی که دوستش ندارم عروسی کنم. حالا اون هر کی میخواد باشه. نکنین عمو جون، باور کنین که من دوستش ندارم. آرزو جان من خیلی خوشحالم که از خطر جستی. همه ایمان ناراحت. چرا؟ سیف هر چی کردم راضیش کنم نشد. راجب چی آقای مدبر؟ چطور نمیدونی؟ راجب عروسی فرهاد و آرزو. باشه مهم نیست. عشق زورکی نمیشه. تو خیلی اصرار داشتی، من که نگفتم. خواهش میکنم آقای مدبر، آرزو آزاده با هر کس که دوست داره ازدواج کنه. خب چطور شد از زودخونه نجات پیدا کردیم؟ میگه جوون شجاعی اونو نجات داده. عجب کی بوده؟ یه جوون کوهستانی میگفت تا به حال از این کوه جای دیگه ای نرفته، ولی معلوم بود صاحب اصل و نسبه. هیچ نمیومد که پسر یه آدم کوهنشین معمولی باشه. تو فکر میکنی کیه؟ باید بهش پاداش خوبی بدیم. اگر اونه که من فکر میکنم پاداشش با من. میخواد یک کسی رو ببینه. جذب کن.
باشه که من دنبالشم. برید ترکو بکنید. این وحشی باید همونی باشه که من دنبالشم. برید ترکو بکنید. یلا. دیر کردم عزیزم. آخه عمو بیا کنم بیا. چی کارم کنی؟ بینم کنی. بریم آرزو جان. برو برو. خیلی خوب. گوش کن پسر. از اینجا یه راست میری تهران. هیچ جام توقف نمی کنی. فهمیدی؟ خیلی خوب باشه. را بیافت. بابا رفتی اونجا دیدیش؟ نه ندیدمش. دیروز با رفقاش رفته. اون اسمش آرزو بود. میدونم. از چند نفر اسمشو پرسیدم. برزو جان، آخه چی شده؟ تو الان 2-3 روزه اصلا با منم حرف نمیزنی. به من بگو چی شده. حرف بزن پسرم. چرا بی خبر گذاشتن؟ اون خیال کرده تو مردی و الا حتما نمیرفت. اون الان کجاست بابا؟ گفتم رفته تهران. تهران از اینجا خیلی دوره؟ آره خیلی پسرم، ولی راه قلب ها خیلی به هم نزدیک. رسم ما اینه که هر مردی زنی رو دوست داره باید بره دنبالش، حتی اگه اون بره دنیا باشه. پس منم میتونم برم دنبالش؟ البته پسرم. من ناراحتی تو رو نمیتونم ببینم. برو. ولی آخه من کجا برم؟ تو تهران کسی رو نمیشناسم. برو پیش آقا رضا. اون یکی از دوستای قدیمی منه. گرچه چندین سال ندیده بشم اما مرد موقر و بسیار خوبیه. پس تو براش چیزی بنویس. نشونیشو بهم بده. حتما جانم، حتما. عشق قشنگترین چیزیه که خداوند به انسان ها داده. قدرشو بدون. همین الان یه چیزی بردار، خودم میبرمت سر جاده و سوار ماشینت میکنم. بیا پسرم. خب بچه ها، من میرم تهران. شما هم چادرها رو جمع کنین و بفرستین. خداحافظ. چشم. اطاعت میشه.
دلتنگی؟ تو خودت گفتی من برم دنبال اون دختر. آره بازم میگم برو هر جایی که راحتی و بهت خوش میگذره. من فقط تو این کوه دالاهو خوشم. وقتی پیش تو هستم دنیا برای من بهشته. دنیا وقتی برای من جهنم میشه که تو دلتنگ باشی پسرم. قول میدی ناراحت نشی؟ راضی هستی از این که من دارم میرم؟ پسرم من از عشایر این کوهام وقتی که حرفی میزنم پاشوای میزنم. گفتم برو، من فقط خوشبختی دارم. دنبال من بیا. مثل این که یه ماشین داره میاد. پس چرا دست بلند نکردی؟ نتونستم. ها؟ ببخشین آقا، شما تشریف میبرین تهران؟ بله، فرمایشی داشتی؟ میتونین پسر منم با خودتون ببرین تهران؟ نابلده، جایی رو بلد نیست. این اتومبیل شخصیه، کرایه که نیست. میدونم آقا، ما مدتی منتظریم، کسی اونو سوار نمیکنه. بسیار خوب، بگو بیاد سوار شه. ممنونم. برزو بیا آقا تو رو میبرم. سلام آقا. سلام پسرم. بیا بالا، ما تو رو تا تهران میبریم. ممنونم. متشکرم. خداحافظ. برزو به سلامت پسرم. برو دیگه، آقا رو خیلی مطرح کردی. ده برو، بسته دیگه، برو. حالا میخوای بری تهران چی کار بکنی ها؟ میخوام برم پیش یکی از دوستای بابام. راستی؟ من نمیدونم چرا قبول کردم که تو رو با خودم ببرم تهران. خودم هم نمیفهمم چرا. مثل اینکه یه کسی به من گفت باید تو رو ببرم. بله آقا، بابام به شما گفت منو ببرم. نه مقصودم این نبود. یه حسی، یه چیزی، یه الهامی، میفهمی که حالا بیا تو پسرم خستگیت در کن. نه آقا، من باید برم کار دارم. خیلی ممنونم. پس اگه کاری داشتی حتما بیا پیش من، یادت نره ها، من تو رو مثل پسر خودم دوست دارم. ممنونم. خداحافظ. کجا؟ با اتومبیل من برو، راننده تو رو میرسونه. برسونش. چشم آقا. بفرمایید. شما بفرمایید. شما بفرمایید. نه شما بفرمایید. اون باید پشت رول بشینه. برو تو پسر جون، برو. خداحافظ آقا. به سلامت جونم. خداحافظ. سلام عمو جان. سلام آرزو جان. دیروز منتظرتون بودیم. خب دیگه نشد زودتر بیام.
اتومبیلتون چی شد؟ یه جوونی رو تو راه سوار کردیم بود برسونتش. خب تعریف کن ببینم اوضاع و احوال در چه حاله. ای بد نیست. حالت که خوبه ها؟ به مرحمت. راستی چرا اینقدر قیافت گرفته است آرزو؟ مگه از اومدن من خوشحال نیستی؟ چرا عمو جان؟ خیلی منتظر شما بودم. آخه شما تنها کسی هستین که تو این دنیا دارم. اما من دیگه اون آرزوی سابق نیستم. چیه؟ چی شده دخترم؟ چه اتفاقی افتاده؟ یادتونه یه روز گفتم یه جوونی منو از رودخونه نجات داد؟ آره سیف گفت پاداش خوبی بهش داده. پاداش اون مرگ بود عمو جان. چی؟ آره. ولی نمیدونم سیف بود یا کس دیگه. من ندیدم. یه نفر اونو با تیر زد و کشتش. بیچاره کاری نکرده بود. عمو جان آخه شما نمیدونین چه جوون نازنینی بود. با کی کار داری؟ با آقا رضا کار دارم. آقا رضا رو نمیشه دید، کمیسیون دارن. چی دارم؟ کمیسیون یعنی کاری خیلی مهم. خب منم باش کار خیلی مهم دارم. برو اونجا. ای جون بکن آخرشم بگن طلبت. چقدر دیگه؟ بگردم وای بگردم مامان دورت بگردم نمیخوای برگردم میرم تو شهر بگردم. حق داری آقا رضا. دلم میخواد کنم همچون و همچین بگردم دور اون قدت تا برچین بگردم قر بریدم ریزه ریزه قر من ریزه و خیلی تمیزه برم توی لبات من برم توی چشات من بیفتم مثل موچه مامان زیر پاهات من بگردم وای بگردم مامان دورت بگردم میرم تو شهر بگردم. بره تو برم مامان زیر پاهات من خدا نکنه آقا رضا. بگردم نمیخوای برگردم میرم تو شهر بگردم میرم تو شهر. نفهمیدم این قول بیابونی دیگه چی؟ کدوم جنگل در رفتی؟ برو بیرون گفت شو. بابام منو فرستاده پیش شما. باد غلطه. من احتیاج به کارگر ندارم. خودم کارای خودم رو میکنم. برو بیرون. پسر رشیدم. باغ پسر رشیدم. بابام گفت بیام اینجا پیش شما. چی؟ بردو پسر رشیدی؟ آره. ماشاءالله هزار ماشاءالله عجب یال و کوپالی به هم زدی. چند سال موشا دیدمت خیلی بسخلی بودی. خب حالا بزرگ شدم دیگه. خب خیلی خوش اومدی. بفرما بشین. ببینم بابات که تو رو دنبال طلبش نفرستاده. نه. پس چی؟ من اومد آرزوم پیدا کنم. چی؟ آرزو؟ بله. چی میگی بچه؟ خب همه یه آرزویی دارن، اما چی به آرزوش میرسه که تو میخوای برسی؟ نه من باید آرزوم پیدا کنم. من آرزومو خیلی دوست دارم. خیلی خوب بیا. نه دست من اینجا. حالا بیا با این ویتامین من آشنا شو. بیا. ببین این عشق منه. آرزویم. تو هم آرزو داری؟ نه این یه اصطلاح. آرزو قشنگترین چیزهاست. آره آرزوی منم خیلی قشنگه. بردو جان بابات خیلی حق به گردن من داره. ما با هم عوالمی داشتیم، شیکارها رفتیم، عشقها کردیم. چه کارهایی که با هم دیگه نکردیم. خب حالا چیکار میتونم واسط بکنم؟ آرزوی منو پیدا کن. لا اله الا الله. باز میگه آرزو منو پیدا کن. بابا آرزو که پیدا کردنی نیست. شاید اسم دختریه. بله اسمش آرزوه. جون بکن. تو که منو کشتی. خب اون یه دختر دوست دارم اسمش آرزو خفم کردی. خب نشونیش چیه؟ چی شد؟ چی بگم؟ نفهمیدم. باز چشمت به یه پارتو پوست پلنگ افتاد. چشمت درویش کن و الا. تب داری آقا رضا. باز گفتی تب داری؟ من حالم خوبه، خیلی هم سالمم. خیال میکنی. خب قبل از هر چیز باید سروزت عوض کنی. همون بری، سلمونی بری، یه دست لباس آدمیزاد تنت کنی. لیلا مدام با تو راه نمیام، برای که مردم دنبالمون میافتن. باشه هرچی تو بگی. تو باید از حالا به من بگی شما. هر چی من میگم همونه. من آدم مهمی هستم. درسته که بدهکارم و قرض دارم، ولی آرزو پلنگی شخصیتیه. تب داری آقا رضا. بودو دیر شد.
الان صاحب ماشین میشی یا بیا دیگه. از این ور بیا بدو حالا دیگه ندارم ببینم خانوم جون من مثل قبلا شما رو یه جای دیدم اینطور نیستش بیا بریم بابا. میشناسمش یاد میکنی تو بودی که منو یه جوون الکلی و بی اراده بار آوردی. مشکل نیست که هست، پولدار نیست که هست. آخه چه مرگته؟ مگه اونو دوست نداره؟ برای تو که همه چیزو از دریچه چشم هیچ فرقی ندارن، اما من با آرزو پر شدم. اون مثل خواهر منه، نسبت به اون هیچ حسی ندارم. چی؟ حس ندارم یعنی چه؟ حس پیدا میشه احمق. نگفتم هیچی نمیفهمی؟ آرزو اصلا منو دوست نداره که زن من بشه. بارا گمشو بیارزه. دوست نداره چیه؟ یه کاری کن داشته باشه. احمق اون موقعی که افتاد تو رودخونه تو یه بی دست و پا باید اونو نجات میدادی، نه یه کس دیگه. اونم تقصیر توه. تو منو بی دست و پا بار آوردی. یه آدم ترسو و بیارزه که هیچ کاری ازش بر نمیاد. هنوزم دیر نشده، باید باهاش عروسی کنی. من تصمیم گرفتم این ثروت بی حساب مال من و تو بشه، حالا به هر قیمتی که هست، حتی اگر لازم باشه. میدونم همه رو از بین میبری، لازم به تکرار نیست، خودم خبر دارم. یه خورده دور و برش بفلک. فقط یادت باشه اگه یه دفعه دیگه تو این کافه لعنتی قدم بذاری قلم پاتو خورد میکنم. برو گم شو بزنی بی ارزه، نمیخوام ببینمت. چطور قربان بریم کافه رو به هم بزنیم؟ نه شما رو میشناسه. کسی رو نمیشناسی بتونه این کار انجام بده. چرا قربان؟ اسقر پلنگ‌کش رو میفرستی؟ بارزه است. معرفی یه نفره میتونه یه شهر رو به هم بزنه، چه برسه به یه کافه معمولی. بفرستش همین الان کافه رو به هم بریزه، بعدم به کلانتری خبر بده که تو کافه دعوا شده تا کافه رو ببندن. یالا زود باش. هنرمند معروف کافه رضا پلنگی دوشیزه آذر قربونش برم با رقص و آواز شرقی خود بنده را محسوس میکنم. شما اگه دلتون خواست میتونین تماشا کنید. شروع کنید. گوش بکن منو فراموش نکن، بریز و نوش بکن منو فراموش نکن. بیا پیشم بیا ولی یواشتر بیا، تو که داری میا یه خورده بیشتر بیا. موی فلفل نمکی قشنگه، چشای مست تو شو قشنگه. موی فلفل نمکی قشنگه، چشای مست تو شو قشنگه. نمیدونم چرا ای عزیزم دلم از دیدن تو میشنگه. من که دل میبرم تو کافه ناز میفروشم، با همه میگم و با همشون میجوشم. تو که ناز دوست داری میخوام برات ناز کنم، سینه مرمریم و اینجوری باز کنم. موی فل نمکی قشنگ، شای مست بشو باشم. برم ویتامین من، برو جونم قربونت برم ویتامین من. برو جونم تب داری آرزا. اگه شبی نیای به عشق من به کافه، میشوم ز دوری تو ناقلا کلافه. سر قوز میافتم و یهو میشم فراری، تو رو پاک میذاری توی خماری. توی فلفل نمکی قشنگه، چشای مست پشو قشنگه. توی فلفل نمکی قشنگه، چشای مست پشو قشنگه. نمیدونم چرا ای عزیزم دلم از دیدن تو میشنگه. با تو هم گوش بکن منو فراموش نکن، بریز و نوش بکن منو فراموش نکن. بیا پیشم بیا ولی یواشتر بیا، تو که داری میا یه خورده بیشتر بیا. تو که داری میا یه خورده بیشتر بیا. پیرمرد دکون تو تخته کن بیا پایین. نفهمیدم چی بود فضولی کرد؟ مگه نمیدونی منو رضا پلنگی میگن؟
احمق. منم اسخر پلنگوشم. یالا بیا پایین تا بهت بگم من کیم. حالا نمیشه از همونجا بگی؟ نه ترس جونم من اینجا. نه مرد خودت تو بغل زنه قایم میکنی. ده بیا پایین دیگه. اون کت منو بدونی. بله من چه ما میره فرنگیلی رزانو میخوره. نفهمیدم فسخلی تو با این قدت اومده کافه رضا پلنگی رو به هم بزنی. بگم به نظرت بیرون. برو نفره. پس بگو کار داری. خب چرا داد میزنی؟ برو جوجه. نه ترسی من اینجا همه تو من فقط فرار میکنم. یارو مرده خطرناکه. آدی بیدادیش که پول نداد همه فرار کردن. بردو جون منه بیچاره با یه همه قد چه خاکی به سرم بریزن. کجایی پیرمرد؟ کجا فرار کردی؟ خونه بیابونی اومد. آیا ولم کن بابا. بیا جلو رضا پلنگی. نترسی یا من اینجا. های جوون باشو بزن بچه. ده برو. باچو بلکن. باچو بلکن. ده باری کلا بردو. تو برو تو اون اتاق. چرا؟ اگه پاسبان بیاد همه رو گردن تو بدیزه. بودو جونم بودو. اکنون آواز شرقی و در کمر دوشی. ده من واسه کی دارم میگم؟ تو این کافه کسی نیست که بازی پسر اومد. کافه تعطیل آقا جون. دعوا شده. برید بیرون تعطیله. برید بیرون. نمیدم چی؟ آخه من از دست تو بابا چیکار کنم؟ ببین کافه منو به چه روزی انداختن. خون سرد بگو عرق. نفهمیدم. پس حساب قبلی چی میشه؟ بذار به حساب. بذارم به حساب؟ چقدر بذارم به حساب؟ تو به اندازه تموم بدهی من به بابات اینجا عرق خوردی. گفتم بذار به حساب. ببینم اجراییه رو رعایت کردی؟ از دولتی سر پدرت داره. راستی تو رو خدا بهش یه خورده دست نگه داره. جون تو وضعم بده. ببین کافم کار نمیکنه. ببین کافه به چه روزی افتاده. به بابات یه خورده سفارش ما رو بده. اون حرف منو گوش نمیکنه. بالاخره یکی از این روزا توقیفت میکنن. بگو مهری بیاد. بابا رو تو برم. غذا و مشروب مفتگی بخوری به خوانندم بگم بیاد خدمتتون. یالا زود باش و ایلا میگم فردا توقیفت کنن. باشه. ما هم یه خدایی داریم اون بارا نشسته. همچین بزنه کمرت مثل خیار چنبل 2 نیمت کنم. ببین بری جون یه کاری کن اقلا طلب ما رو از این پسره بگیر. تو چقدر گدایی. نفهمیدم. حالا دیگه ما گدا شدیم؟ هر کی طلبش بخواد گداست؟ آره ما گداییم. بگو طلب منو بده و الا چی کار میکنی؟ هیچ کار. همون کاری که تا حالا میکردم. صبر کن. حقوق این ماته میخورم. سلام مهری جون. اجازه هست؟ خواهش میکنم بفرمی. قربونت برم. دلم برات یه ذره شده بود. به خدا فرهاد منو دوست نداری. میدونم دختر ولی چاره ای نداری. گفتم که باید این عروسی تو خانواده ما صورت بگیره تا این ثروت از این خانواده بیرون نره و الا همش به اوقاف میرسه. عمو جان این چه بدبختیه. به خدا خوشبختی آدما خیلی مهمتر از پول و ثروته. شما میخوای منو بدبخت کنی. این که ازدواج نیست خرید و فروشه. میدونم دخترم اگه پسرم زنده بود دیگه این چیزا پیش نمیومد. اما اون بیچاره مرد هیچ کس هم نفهمید چطور شد. عمو جان آخه مطمئنی شاید نه ممکن نیست دخترم. یه مدال خانوادگی به گردن اون بیچاره بود که هیچ وقت پیدا نشد و چون همه ساکنین دره دالاهو داستان این مدالو میدونن پس هر کس این مدالو پیدا میکرد حتما برای من میآورد و مژدگانی خوبی میگرفت. ولی افسوس حالا تمام امید من به توه. تو باید با این عروسی موافقت کنی. باشه عمو جان من حرفی ندارم. من دیگه قلبم مرده و نمیتونم کسی رو دوست داشته باشم. بذارین اقلن با این عروسی شما رو خوشحال بکنم و ثروت خانواده‌تون رو نجات بدم. متشکرم دخترم.
من میدونم که خیلی سخته، اما به لطف خدا همه چیز درست میشه. حالا برم به سیف مژده رو بدم و بیام. یادت نره ها. چشم قربان. سیف. سلام عرض میکنم آقای مادر. خب بالاخره تو موفق شدی. برو ترتیب عروسی رو بده. مژده بزرگی بود. فرهاد خیلی شانس آورد. پسر تو شانس آورد ولی آرزو بدبخت شد. در هر حال برو زودتر دست به کار این عروسی نامبارک بشو. حتما، چون ممکنه بازم به هم بخوره. فردا شب این جشن برپا میشه. دیگه خودت میدونی. فوراً کارتا رو چاپ کنید و بفرستید. مجلس عقد و عروسی رو با هم ترتیب کنید. چشم قربان. ببین، تا جشن عروسی تموم نشده باید مواظب فرهاد باشید که از این خونه تکون نخوره. کجاستش؟ تو اتاقشه. باید کاری کنید که به اون کافه نره. راستی کافه چیه اجراییه رو رویت کرد؟ بله چند روز قربان. پس یک کاری کنین مأمور اجرا در ظرف امروز و فردا بره توقیفش بکنه. تمام دستورات جناب علی قبلا اجرا شده. فردا رضا پلنگی توقیف میشه. مثل اینکه یارو باز داره نگاه میکنه. یه دقیقه صبر کن، الان حسابشو میرسم. مگه این قیافه خنده داره؟ آره خیلی. با هم رود خیلی زیاد شد و تحویل باغ وحشت میدم. من که بلد نیستم، باید با هم دیگه بریم. یالا بار پی کاره. این پسرم اومده اینجا مزاحم ما شده، نمیذاره به کارمون برسیم. عقبش. مگه نمیدونست که امشب بشنه عفو کنونشه؟ والا این پسره عرق خوره عیاش تو کاری دستمون بده. درست اون خواهرزاده منه، اما من ته دلم همیشه با این عروسک مخالف بودم، چون آرزو هم اونو دوست نداره. در هر حال به نظر من الان خیلی دیره. شما تصمیمتون گرفتید و عده‌ای رو دعوت کردید. بله، اگه به خاطر آبروی خودم نبود این مجلس رو به هم میزدم. آخه مرد حسابی، من که تمام زندگیمو زیر دست تو گذاشتم، دیگه چرا با آبروی من بازی میکنی؟ سخت نگیرین، این عروسی به نفع شما هم هست. خبری ازشون نشد؟ هنوز نه قربان. حتما بازم رفته تو اون کافه لعنتی. الحمدلله که همین امشب اون کافه برای همیشه بسته میشه. متشکرم. اکنون خواننده شعیر کافه رضا پلنگی دوشیزه مهری، چلای خودم دورش بگردم، با صدای دلنشین خود بنده را سرگرم. شما اگه دلتون خواست میتونید گوش کنید. شیرین زبون بانچه دهون مثل من کی دیده، خوشگل خوب و با نمک مثل من کی دیده، ساده و صاف و بی کلک مثل من کی دیده. والا کسی ندیده، بلا کسی ندیده، چون تو قشنگ و زیبا مثل تو بر پریده. والا کسی ندیده، بلا کسی ندیده، از همه گلستان ها چون تو گلی نچیده. چه شد امشب امید جان من، یادی ز ما کردی
مثل من کلیده شیرین زبون اونچه دهو مثل من کلید گل خوب و با نمک مثل من کلیده ساده و صاف و بی کلک مثل من کلیده آقایون چی کار دارن؟ ما با رضا پلنگی کار داریم. به همین سادگی میخواید با این شخصیت معروف ملاقات کنید؟ برید آقایون، قبلا باید وقت بگیرید. ما مأمور اجرا هستیم. باشی. چی؟ مأمور اجرا؟ بله. چی میخوان؟ اومدیم خودشو توقیف کنیم کافشم ببندیم. حالا نمیشه خودشی ببندی کافشو توقیف کنی؟ نه خیر آقا، این از صلاحیت ما خارجه. رضا پلنگی کیه؟ رضا پلنگی بیچاره خدا رحمتش کنه. رضا پلنگی رو دیروز تو جنگل پلنگ همچین نه خیر ما گفتن زنده است و تو همین کافه است. گفتن تو همین کافه؟ بله. رضا پلنگی تو همین کافه؟ بله. اشتباه میکنید حتما اشتباه میکنید. بابا آقا رضا پلنگی کیه؟ خودشه بگیرینه. بی معرفت ها منو لو دادن. باره کردینم خدا جو قایم بشم برم تو اتاق. بیدم به خدا بیدم همه بیدم کجا میدید؟ چی کار میکنید؟ برده جو میخوام توقیفم کنم، میخوام بنظرم تو زندون. چرا مگه چی کار کردی؟ هیچی بده کارم پسر جون ندارم بدم. صاحب با من لج افتاده اجرایی صادر کرده بخواد منو بنده تو هلفتونی. خب این که چیزی نیست بگو حالا ندارم بعدم میدم. خب منم همین رو گفتم اما هیچی گوش نمیکنه. دادی بیداد الان دوتا مأمور اجرا در به در داره دنبال من میگرده. میگم چرا نمیره پیش صاحب ملک بگی بازم بهت مهلت بده ها. که چقدر تو ور میزنی پسر، همه اینا رو گفتم. چجوری اینجا برم؟ بیا از این در برو بیرون دیگه. گیر افتادم وای خدا قربونت برم. میتونی یه کاری واسه من بکنی؟ خب تو هر کاری بگی برات میکنم. برو پیش صاحب ملک، اسمش آقای مدبره، خیابون فراد کوچه بهشتی منزلشه. از قول من ازش خواهش کن یه روز دیگه به من وقت بده تا من بتونم سر فرصت فرار کنم. فرار کنی بری؟ نه منظورم اینه که از دست طلبکار فرار کنم. طلبکار. آره جونم. خیلی خوب همین الان میرم خیابون فرهاد کوچه بهشتی منزل آقای مدبر. قربون تو پسر برم. بیا این 5 تومانی هم بگی با تاکسی برو ببینم چی کار میکنی. رفتم. بوده پسرم. تو فکری؟ آذر جون میخوان منو بندازن زندون، اون وقت تو چی کار میکنی؟ معلومه میرم خونم. تو با من نمیای هلفتونی؟ تب داری. باز گفتی تب داری ویتامین من. بیا این شب آخری یه مشروب سیری با هم دیگه بخوریم. همینجا میشه الان واسه میارم. برو جلو. به دلم میزد نگاه میرفت آتش به دلم دریا بشه این دو چشم پرآبست روزی که بختم با جانم رسیده از قصه بر لب هر روز و هر شب در انتظار
کمر میرفت و آتش به دلم میزد نگاهم. کجا بودی دیوونه احمق؟ یواش مواظب باش. خدا هم چی بیزنی؟ مردی حالا یه چیزی بگو تا آبرو تو جلوی همه مردم بریزم. اینجا دیگه تو هیچ کاره ای احمق. حیف که نقشه های من بستگی به امشب داره وایلا. خیلی خوب برو. ببخشید این کار خدمتی؟ نه خیر، من با آقای مدبر کار داشتم. معذرت میخوام، به من دستور دادن بدون کار کسی رو راه ندم. بفرمایید. اینجا رو بیا. حسن مثل که یارو جنگلی هست ماشو زده. آره خودشه، حتما یارو با اسرائیل رفیقه. من با آقای مدبر کار دارم. نه بابا باشه، الان صداش میکنم. بزن به چاک جای تو اینجا نیست. چه خبره اونجا؟ منم آقا. سلام آقا. سلام همسفر عزیز من، قدمت روی چشم، خوش آمدی. خب رفیق، حالت چطوره؟ چقدر عوض شدی؟ بیا بریم اینجا مهمونیه. بیا. نه آقا، من اومدم اینجا فقط یه کاری باهاتون داشتم. چی کار داری بگو جونم؟ هر کاری باشه برات انجام میدم. میدونین الان اومدن دوست من آقا رضا رو ببرن زندان. من اومدم ازتون خواهش کنم که مگه چی کار کرد؟ به شما بدهکاره. خودش میگه اجاره کافه‌شو خیلی وقت. بله میگی. من خبر نداشتم. فکر میکنم که سیف براش اجرایی صادر کرده باشه. خیلی خب، من الان ترتیبشو میدم. حالا بیا تو یه چیزی بخور. جشن عقد کنونه. بیا. نه آقا میتونم نمیشم، باید برم. بیا، من که اون دفعه هم بهت گفتم تو اینجا غریبه نیستی، تو مثل پسر من میمونی. بیا. ولی آخه من دست خالی اومدم. این خیلی بده آقا. بیا پسرم، این حرفا چیه؟ اینجا خونه خودته. امشب جشن عقد کنون برادرزاده من آرزوه. تبریک میگم آرزو، عروسی تو خیلی قشنگ. برزوی من، حالا که تو اومدی همه چی قشنگ شد. خداحافظ آرزو، انشالله خوشبخت بشی. من نمیدونستم تو زنده ای، باور کن نمیدونستم. من دوست دارم. نه اگه دوستم داشتی منتظرم میشدی. پدر من انقدر زنشو دوست داشت که بعد از مردنش هیچ وقت زن نگیره. اون اسمش عشقه، نه اینی که تو میگی. من مجبور بودم. به خدا گول حرفای تو رو نمیخورم. منو بگو که به خاطر تو از کجا پا شدم اومدم دنبالت. آره من خیلی سادم. آخه من با شما خیلی فرق دارم. شما همه کارتون رو حسابه، اما من هر چی دلم بگه همون کارو میکنم. خداحافظ آرزو. نرو برزو، خواهش میکنم نرو. راستی بیا. این عزیزترین چیزی رو که دارم بهت چشم روشنی میدم. من فقط از مال دنیا همین یه گردن بند دارم. بیا بسا دست خالی تو عروسی تو نمیاد روشن. بگیر. برزو. صبر کن آرزو، صبر کن، گوش بده. بده، این افتضاح آبروریزیه. ساکت باش. خدایا بدبخت. بیا بریم تو اتاق استراحت. بیا جون. من اونو دوست دارم عمو جان. من نمیتونم با فرهاد عروسی کنم. به من رحم کنین عمو جان. بی‌عدالتیه. منو ببخش دختر. حالا فهمیدم همش تقصیر من بود. تو واقعا عاشقی.
من چقدر بی‌انصاف بودم که برای یه مسئله پوچ و بی‌ارزشی مثل ثروت خانواده خودم تو رو داشتم با دست خودم بدبخت می‌کردم. نمیخواد عروسی کنی. من الان همه مهمونا رو رد می‌کنم برم. آقا برای عقد اومده بفرمایید. برو گم شو. دیگه جلو چشم من نیا. من نمیتونم آرزو رو وادار کنم با این پسرای مزخرف عروسی بکنه. برو از همه معذرت بخواه. امشب عقد نمی‌کنیم. بریم. مثل که آب شده رفت تو زمین. به آقای پاسبان بگو جلوی در مواظب باشه. باشه. ولی من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. همین الان میرم پیش بابام. به خدا دست این شهریا و این مردمش خسته شدم. نه ترس جونم، من اینجام. فقط بگو تکلیف من چی میشه. من نمیدونم. من میخوام برم پیش بابام که دیگه هیچ شهری رو نبینم. بابام همیشه میگفت تو نباید خودتو به شهریا نزدیک بکنی. اونا تو رو ناراحت میکنن. الان میفهمم اون چقدر راست میگفت. فکر خوبی کردم. منم با تو بیام کو پیش اون دوست قدیمی خودم که هم یه استخونی سبک کرده باشم، هم یه شکار پلنگی کرده باشم، هم از دست این طلبکارای سمج خلاص بشم. حالا بی بیرون. بیا کمک کن این صندوق بذار رو پشت من. تو این صندوق چی هست؟ هیچی بابا، زار زندگیمه. آخه من که معلوم نیست چند وقت ترون باز دور باشم. اون تفنگ برد و تو راه مواظب باش کسی نباشه. بگی سرش بینم. الهی ببخشین آقا رضا رو ندیدین؟ نه خیر ندیدم. برو بچه کنار. یواش. پدر جان آقا رضا رو ندیدی؟ آقا رضا رو ندیدی؟ تو کی هستی؟ بنده حماد. تو این جعبه چیه؟ یه خروار ویتامین. برو آقا ما وقت شروع کردن. آقا رضا رو ندیدی؟ آقا رضا رو ندیدی؟ نه بالله نه والله. خدای من این مدال خانوادگی ماست. پس برزو پسر شما؟ حتما خودشه. خدایا کجا برم دنبالش؟ من میدونم ولی باید مواظب باشیم سیف نفهمه، چون به نظرم اون دفعه هم سیف میخواست اونو بکشه. حتما یه چیزی میدونه و الا اینقدر پافشاری نمیکرد که من با پسرش عروسی بکنم. اوه خدایا برزو پسر منه. گفتم چرا اینقدر دوستش دارم. کجا میتونم پیداش کنم؟ من جاشو میدونم. تو یک کلبه کی زندگی میکرد؟ میگفت با پدرش. پدرش؟ بله. آخه ایوان خود دلهو. باید از این کو بریم بالا. خونه ما اون طرف کوه. از این کو بریم بالا؟ آره. بچه من این مرض داشتی بریم اونجا خونه بسازی؟ نمیشد همینجا سر جاده بسازی؟ تو که میگفتی چه هستم؟ تفلک من برای تو میگم که نمیتونی بری ولی من این کو رو میخورم. به خب پس راه بیا بریم. تو به من چی کار داری؟ برو با پشترت میام. این صدا چیه؟ چیزی نیست. یه چیزی عقب ماشینه. چیزی نیست. گفتم که زار زندگی با خودم آوردم. نه بابا صدای آدم میاد. بچه به تو چی فضولی میکنی؟ به تو میگم آدم نیست ویتامینه. ما آدمه. در شوارم کن پسر. این که آدمه. آدمه که آدمه. ما هم که گفتیم آدم. شرطه ببرم با اون عشق بازید. بیا پایین. نفهمیدم. اینو دیگه واسه چی با خودت آوردی؟ میدونی چیه؟ این مثل قرص سردرد باید همیشه اون بالا بیا باید بریم پشت اون کوه. چی؟ اون طرف کو؟ آره. من که نمیام مگه از جونم سیر شدم. شماها دیوونه این که میخواین برین. من نمیام. نه ترس دختر من اینجا. منو رضا پلنگی میگن. رضا پلنگ کش. آخه دختر تو همش منو تو کافه دیدی. اون وقتی که من شکار پلنگ میرفتم تو کجا بودی ها؟ بیا اینجا. بیا چه؟ همین پوست پلنگ میریتنینه. یعنی چی؟ من زدم. تاب داری تو از یه موشم میترسی چاخان. من میترسم ها. کو پلنگ کو. یه دونه پلنگ نشونه من بده تا بکشم. کو پلنگ کو. ها بردو جون یه صدایی بعدم میترسم. صدا من کو
کو پس کو قربونت برم ویتامین من عصبانی نکن. من مخصوص رو آوردم یه جای خلوتی که ورزش کنی چامون چله بشی بچه های سالم برای من درست کنی. میخوام سر به تنت نباشه. سرم نزن ویتامین من. برو بالا. آخه من چجوری از این سنگا برم بالا؟ نه ترسونم من اینجا. برو بالا. بذار من دست میگم. وایسا. عجب دختر تخسی ها. یکی باید خودتو ببره بالا. وایسا بیا. بیان دیگه. داریم میان. عجب غلطی کردم. آخه من چه به پلنگ. آخه تو بدهکاری منو واسه چی آوردی اینجا؟ تو هم بدهکار بشی بیا بالا نترس. وقتی میگم تبداری سرم داد میزنی. حالا تو منو ببر بالا. پسره مثل بوز کویی میمونه هی میگه بیا بالا خیال بکنه من بود بالا. بیا دیگه. دارم میمیرم. دیگه نفسم بند. بیا دیگه یالا. دارم میام. آخه تو پلنگ زنی نفسم نمیتونی بزنی. من جد آبادم هم پلنگ میزنه. آره. برو بالا. بیا دیگه یالا. دارم میام بریم. علاج قربونت برم ویتامین من. مردم. پاشو یالا. این صدا چه خود در بیاره ما رو بیترسونی؟ دارم بابامو صدا میزنم. برزو صدا این نرده خوردی که کیه؟ منو چرا چسبیدی؟ بیا بریم بالا زود باش. میترسم. خدا یا شکر خیلی کار خوبی کردی اومدی پسرم. دلم برات یه ذره شده بود. اونا کیه؟ کی؟ اون آقا رضا دوست توه که با ویتامین خودش اومده اینجا تو رو ببینه. با چی اومده؟ اون اینطوری میگه من نمیدونم. برزو بگو جلو نهید ولی میزنم این حرفا چیه؟ نه ترس این بابام رشیده دوست قدیمی. رشید تویی؟ نشناختمه. خیلی عوض شدی. خیلی خوش آمدی آقا رضا. ببینم این دختر توه؟ استغفرالله. زن جوون گرفتی ناغلا؟ استغفرالله. پس چه کار است؟ استغفرالله. داری چه؟ خب دیگه بابا جون بریم تو اینا خیلی خستم. من خستم؟ نه خیر حالم خوبه خیلی هم قفلاقم. فقط این ویتامین من عادت نداره خست بشه. داری آقا رضا. بفرمایید خیلی خوش آمدی. منزل خودتونه. خدای من یعنی من بعد از سالها پسرم رو پیدا کردم. من از روز اول حس می کردم این جوان چقدر به ما نزدیکه. اون مرد بی انصافو بگو که چندین سال پسر نازنین منو پیش خودش نگه داشته و من پیرمرد رو از قصه خورد کرده. عمو جان دیگه الحمدلله همه چی تموم شد و پسرتون رو پیدا کردین دیگه قصه نخورید. آرزو جان تو مطمئنی که اونجا هستن؟ آره عمو جان خونه‌شون همونجاست. اگه شما میتونستی پیاده بیاین از راه رودخونه نزدیکتر بود. پدرشم اونجاست؟ تو تا حالا اونو دیدی؟ نه من اونو ندیدم. خب رشید خان پسرت الحمدلله صحیح و سالم دستت سپرده است. حالا ما میخوام بریم اینجا یه شیکاری بزنیم و برگردیم. میخوای رشید خانم دنبالمون بیان؟ نه ترس جونم من اینجام. وقتی من با تو هم خیالت راحت تب داری برعکس خیالم خیلی هم ناراحت. بریم جونم یه پلنگ شیکار کنیم به اینا نشون بدیم که شیکار پلنگ یعنی چه. خب رشید خان ما از کدوم طرف بریم که از این پلنگا یغور داشته باشه؟ اون طرف پلنگ خیلی زیاد داره. اون طرف؟ آره جونم. خب پس ما از این طرف بریم که از پشت سر به پلنگا حمله کنیم و بپریم رو سرشون. بیا بریم جلو. هاشه بابا تو که اصلا داری میخوری زمین. این تاکتیک کار منه جونم. مرد خوشمزه و خوبیه. آره تو تهرون خیلی به من کمک کرد بابا. هنوز که چیزی ندیدی تفنگ و قرابال رفتی. دختر کار از محکم کاری عیب نمیکنه. بالاخره یه چیزی دم تفنگ میاد. تب داری تو بالاخره ما رو به کشتن میدی. نه ترس من اینجام ویتامین من. تا منو داری هیچ قصه نخور. بذار من این دوربین درارم ببینم چیزی پیدا میشه. این ساب بردم که حالا در نمیاد. چرا دوره؟ احمق جون دوربینو از این طرف به چشم میذارن نه از اون طرف. منم که میگم. وقتی میگم تب داری حق دارم. من شیکارچیم نه تو. اینجا که چیزی نیست. اینجا که پلنگ نیست. اما مثل که تو دیدم. قیافه یکیشون به نظر من آشناست. ای وای یارو طلبکارت اینجا منو ول نمی‌کنه. چی داری میگی طلبکار چیه؟ همون صاحب کافه حتما اومده منو میگیره بوره پدر پلنگم کرده.
بفرمایید آخه اسم شما رشیده؟ بله قربان. منم مدبر هستم. خوشبختم. خیلی از آشناییتون بفرمایید، منزل خودتونه، صفا آوردید. بفرمایید تو. برزو چرا از من فرار میکنی؟ تو مال کس دیگه این هستی. منظورت چیه؟ این حرفا چیه میزنی؟ تو با یه مرد دیگه عروسی کردی. من؟ نه دروغه، من عروسی نکردم. باور کن من فقط مال تو هستم. مگه چشم روشنی عروسی تو ندادم؟ چرا عزیزم؟ به همین دلیل اومدم پیش تو. اومدم اینجا که یه خبر خیلی بزرگی رو بهت بدم. دیگه هیچی نمیتونه منو خوشحال کنه. تو پسر عموی من هستی. تو صاحب تمام املاک این منطقه هستی. اگه این حرفا راستم باشه وقتی تو مال من نباشی من صاحب هیچی نیستم. آه برزو، به خدا وقتی فهمیدم تو زنده میدونی چطوری خودم بهت رسوندم. عموت اینجا چی کار میکنه؟ اون پدر توه. پدر من نیست، من پسر رشیدم. نه، پدر واقعی تو مدبره. همون پیرمردی که دیدی، همون بیچاره‌ای که سالهاست به امید پیدا کردن تو روز و شب آروم نداره. این دروغه. اومدی اینجا که غم دل منو زیاد. از خود رشید خان بپرس، اون میدونه، اون راستشو به تو میگه. وقتی مادرت کشته شد تو گم شدی و همین مرد کوهستانی تو رو پیدا کرد. خوب یادم پسر منو با ماشینتون، من هیچ وقت یادم نمیره. اینجا منزل خودتونه، من حاضرم جونمم فدای شما بکنم. متشکرم، شما خیلی مهمون نواز هستین. عجب مهمون نوازی هستم. شما هنوز حتی یه لقمه غذای منو نخوردین. میترسین نمک من شما رو بگیره؟ نه، من از شما خواهشی دارم، باید به من قول بدین که قبول میکنین. جون من در دست شماست، هر چی میخواین بگین تا بدم. میدونم شما مردان کوهستان و ایلاتی چه روح بلند و طبع بزرگی دارین، اما این نون از گلوی من پایین نمیره. چطور میشه مهمونی از راه برسه سر سفره من بشینه و هیچی نخوره؟ این برای من خیلی مشکله. بخور آقا، بخور. باید به من قول بدی اون چه از تو میخوام به من بدی. چند دفعه میگی باشه، به همین نون و نمکی که با هم میخوریم قسم میخورم، قول میدم که خواهش تو رو هر چی که باشه قبول کنم. حالا بخور. خب حالا بگو ببینم از من چی میخوای؟ تفنگم، اسبم، دار و ندارم، هر چی بخوای بهت میدم. در مقابل محبتهای تو که به پسرم در تهرون کردی تمام اینا کمه. این مدال مال برزوه؟ بله درسته. نشونه دیگه ای نداره؟ چرا آقا؟ یه ماه گرفتگی در پهلوی راستش هست. خدای من، برزو پسر منه. من از تو پسرمو میخوام. پسرت؟ حتما شوخی میکنی. نه، خودت خوب میدونی که برزو پسر منه نه پسر تو. اونا به من برگردون. دیوونه شدی؟ همه این دهات میدونن که برزو پسر منه. حالا تو اومدی اون از من بگیری؟ تو دروغ میگی. تو پسر نداری. تو اونو دزدیدی. برو بیرون. برو از اینجا گم شو. برو بیرون. یعنی منو از منزل خودت بیرون میکنی؟ پس کجاست اون همه غیرت و تعصب شما؟ تو قسم خوردی، تو به من قول دادی. منو ببخش، من نمیدونم چی کار میکنم. برزوی منو از من نگیر. هرچی بخوای به تو میدم، اونو بذار همینجا باشه. اون امید منه، زندگی منه. من بدون اون نمیدم. این مردی که نمیدونم از کجا اومدی، به این پیر مردی که جلوی تو زانو زده رحم کن. بهش زندگی دوباره بده، پسرشو نبر. تو قول دادی، قسم خوردی. من میدونم ولی نمیدونستم که تو این از من میخوای. به من رحم کن. مگه تو به من رحم کردی؟ تو سالهای دراز پسرمو از من گرفتی. چه شبهایی که تا صبح بیدار نشستم، چه روزایی که تا شب گریه کردم. تو اون وقت کجا بودی؟ هیچ فکر میکردی پدر بیچاره‌ای هم در یه گوشه‌ای برای دیدن جگرگوشش روز شماری میکنه؟ تو ممکنه اونو به وجود آورده باشی، اما منم اونو بزرگش کردم، بهش زندگی رو شناسوندم. تو اون موقعی که مریض بود و دم مرگ رفت کجا بودی؟ تو اون وقتی که گرگ درنده‌ای میخواست بخوردش کجا بودی؟ برزو جوانی از دست رفته منه، برزو جون منه. اون از من نگیر. تو حق نداری این پسر همینطور وحشی و بیابونی تو این کوها بزرگ کنی.
اون صاحب بزرگترین ثروت روی زمینه. اون باید بیاد بین مردم زندگی کنه. اگه همونطور که ادعا میکنی دوستش داری، باید فداکاری کنی. باید اونو بذاری بیاد توی محیط خودش، همون محیطی که تو ازش گرفتی. چطور؟ من هر چی تونستم براش کردم. من هیچی رو از اون مضایقه نکردم. چرا؟ تو زندگی رو از اون گرفتی. اون پیش تو نمیتونه خوشبخت بشه. یه خورده فکر کن. اون باید به زندگی حقیقی خودش برگرده. قبول کن. تو قول دادی، قسم خوردی، تو مردی. چطور قبول کنم؟ چطور؟ بابا اینا میگن تو پدر من نیستی، درسته؟ آره پسرم، من پدر تو نیستم. پدر تو همین مرده. تو بچه بودی که من نجاتت دادم. من گناهی نکردم. تو مقصری. باید اونو همون موقع پدرش میسپردی. پس تو گناهکار بودی، چون تو قاتل زن من و مادر این بیچاره هستی. تو زن منو کشتی، پسر منو دزدیدی. راست میگه؟ تو مادر منو کشتی؟ نه، من نمیتونم باور کنم تو نمیتونی آدم بکشی. اینا دروغ میگن. بگو که دروغ میگن. بگو. چطور بگه؟ چند سال میتونه به تو دروغ بگه ها؟ حالا که پدر حقیقی تو پیدا شده بازم دروغ بگه؟ من اونو به عنوان یه نفر قاتل تعقیب میکنم. اون لیاقت نداره پدر تو باشه، برای اینکه حتی پابند قول و قسم و غیرت و تعصب الهی خودش هم نیست. اون یه آدم کشه. میفهمی؟ تو هم یه چیزی بگو. چرا حرف نمیزنی؟ اگه جواب ندی معلوم میشه راست میگه. تو مادر منو کشتی. تو کشتی. اینا راست میگن. برو دیگه، جای تو اینجا نیست. تو سلام آقای مدبر. سیف تو هستی؟ بله، امروز روز تصفیه حسابه. پسرمو پیدا کردم سیف، همینه. من مدتیه میدونم پسر تو همین وحشیه. پس چرا زودتر به من نگفتی؟ برای اینکه مانع نقشه های من بود و به همین دلیل چند دفعه خواستم بکشمش، اما عجلش نرسیده بود. ولی امروز بهترین روز زندگی منه. هر سه وارث خانواده مدبر از دنیا میرن و من و پسرم صاحب تمام این املاک میشیم. پس فطرت، ما که همه چیز به تو دادیم. نه همه چیز، متاسفانه از راه ازدواج نشد. ولی حالا تو همین دره‌ای که مادر این پسر رو کشتم میکشم تا یه قبرستون خانوادگی تشکیل بدیم. نرو پسرم، به تو قول میدم که این مرد شجاع کوهستانو پیش خودمون بیاریمش. به من ثابت شد که اون بیگناهه. تو دیگه نرو. یالا شکارچی، پس کی میخوای پلنگ بزنی؟ تو نرو، من میترسم. من اینجام نترس، ویتامین من. دلم خود تو فقط یه دونه پلنگ مرده به من نشون بدید یه کاری نباشه. یه دونه ها تب داری. باز گفتی تب داری؟ یه خود از این ویتامین بده من بکنم خرج پس بگو شکاری که عقبش اومدی منم، نه پلنگ. آخه قربونت برم، فعلا شکاری نرتر از تو این بره. بذار تا پلنگ میاد یه خود با هم دیگه خوش بشیم. خرس نترس بحلا برمیگردم. باشه سعی میزنم.
بیا رضا، رشید خانه، بیا نتر. رشید خانه؟ آره. خرسی؟ نه. خوب شد زود گفتی ویلا با تیر زده بودمشا. ترسیدی؟ من ترسیدم. من فقط چند قدم دنده عقب رفتم. بیا جلو ببینم خرس گنده نزدیک بود با یه تیر خلاصت کنم. اینجا چی کار میکنی؟ اما بار خیلی ترسوندی. تو که تفنگ داری چرا میترسی؟ آخه ویتامین من که نمیتونم نسل تموم حیوانات روی زمین بردارم. بده چند تاشون هم مثل آقا خرس آزاد بگردم. ببینم حالا چه نقدر دمقی؟ برزو کجاست؟ برزو رفت. بهتر. این بچه هم برای تو بچه نمیشه. همون طوری که این ویتامین برای من ویتامین نمیشه. خب حالا میخوای چی کار کنی؟ دیگه این دلاهو و دره‌های سرسبزش هیچ قشنگی نداره. چرا؟ اینجا بدون برزو برای من جهنمه. خب تو هم بیا تهرون. گرچه اونجا شکار کوه